یا دستگاه فوق‌العاده‌ای به اسم لوانا اوماسنس صحبت کنم که مانیتور تنفس نوزادتون هست. این دستگاه کوچیک و هوشمند به راحتی روی پوشک نوزاد وصل میشه و تنفسش رو زیر نظر میگیره. اگر به هر دلیلی تنفس نوزاد برای حدود 15 تا 20 ثانیه قطع بشه، دستگاه اول با لرزش ملایم هشدار میده و اگه مشکلی داشته باشه صدای آلارم بلند میشه تا شما سریع متوجه بشید و بتونید اقدام کنید. یکی از بهترین چیزا اینه که برای کار کردن نیازی به اپلیکیشن یا اینترنت نداره، یعنی خیلی راحت و بی دردسر هم میتونه استفاده کنید و همیشه خیالتون راحت باشه. فقط کافیه این کره کوچیک رو روی پوشک نوزاد نصب کنید و باتری دستگاه رو چک کنید. اینطوری مطمئن میشید که در هر لحظه سلامتی تنفس کوچولوتون زیر نظر شماست. واقعا این دستگاه به آرامش بزرگ برای والدین نوزاد است که نگران خواب تنفس بچه‌شونن. هر سوالی داره به دقیقاً بپرسید. ارسال با هزینه مشتری سر تا سر کشور به درب منزل میباشه.